در آستانه نشست 13 وزیران خارجی در سمرقند، رهبری سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی با پخش izҳороte گفت که منطقه آسیای مرکزی برای اروپا اهمیت استراتژی دارد. در اظهاراتی که روز 8 نوامبر از جانب دفتر اتحادیه اروپا پخش شد گفته می شود که در نشست روزهای 10 و 11 نوامبر در سمرقند، رهبری عالی اتحاد اروپا عاید به سیاست خارجی و امنیت فدریکا موگرینی و وزیر اتحاد اروپا عاید به مسئله های رشد همکاری های بین المللی نیوان میمیتسا شرکت خواهند کرد. در نقل قبل از نیوان میمیتسا در اظهارات اتحادیه اروپا گفته می شود که این نهاد آماده است به کشورهای آسیای مرکزی در حجم بیش از 1 میلیارد دلار کمک ارائه کند. ملاقات سمرقند بیشتر به بررسی مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی، اینچنین به نقش اتحادیه اروپا در منطقه نگرانیده می شود. اینچنین در سمرقند موگرینی در کنفرانس آسیایی مرکزی گذشته و آینده مشترک همکاری بهره رشد استوار و شکوفایی یکجای شرکت کرده با پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف دیدار و گفتگو میکند. در سمرقند در برابر دیگر مقامات منطقوی اینچنین قرار است وزیر خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین اسلف هم اشتراک و سخنرانی کند. در آستانه سفر به سمرقند، سازمان بین‌المللی مدافع حقوق انسان از مقامات بلندپایه اروپایی دعوت کرد که از همکارانشان در آسیای مرکزی مراعات عهده‌داری‌های حقوقی را تقاضا کنند. این سازمان در آستانه ملاقات وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در شهر سمرقند ازبکستان که قرار است هفته جاری برگزار شود، izҳороte پخش کرده است. اتحادیه اروپا باید به حقوق بشر ارج گذارد و این موضوع در برنامه همکاری های اروپا با آسیای مرکزی باید موضوع کلیدی باشد، گفته است فیلیپ دم، رهبری برنامه های آسیای مرکزی در هیومن رایتس واچ. در اظهارات این سازمان گفته می شود که همه کشورهای آسیای مرکزی در مسائل حقوق بشر نشاندادهای پایین دارند و حکومت‌های آسیای مرکزی در امر پخش صدای منقدان دست به بازداشت‌های سیاسی می‌زنند. در رابطه با تاجیکستان گزارش میگوید که وضع حقوق بشر در این کشور بعد سال 2015 یک بار بد شد و 150 فعال سیاسی پشت پنجره رفت. هیومن رایتس واچ میگوید در میان آنها حقوق شناسان، فعالان و اعضایان حزب‌های سیاسی میباشند. مقامات تاجیک در رابطه با سازمان امنیت و همکاری در اروپا از موضع تند کار گرفتند که وضع حقوق بشر در تاجیکستان را مورد بررسی قرار داده است.